جا داره که سال میلادی جدید رو بهتون تبریک بگم و شما رو با خودم ببرم به 10 تا از شهرهای زیبای دنیا. با ما همراه شید تا بریم. بوداپست در مجارستان. این شهر یکی از بزرگترین های اتحادیه اروپا و پایتخت سیاسی و فرهنگی مجارستان است. مجسمه ها و آثار تاریخی و دومین سیستم حمل و نقل قطار شهری قدیمی در دنیا که البته یکی از بهترین ها در نوع خود است و معماری بناهای این شهر از جمله جذابیت های این شهر هستند. سالانه بیش از 4 میلیون گردشگر به این شهر سفر می کنند. هنر و معماری در این شهر از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. روم ایتالیا. روح روم باستان در خیابان‌های این شهر جریان دارد. هنر و معماری در این شهر به خصوص در تک تک بناهای جدید و باستانی موج می‌زند. مجسمه‌ها، آثار تاریخی، موزه‌ها و گالری‌های دیدنی منعکس کننده غنای این شهر در این زمینه میباشد. علاوه بر آثار دیدنی و زیبایی که در این شهر وجود دارد، وقتی اسم غذای ایتالیایی به زبان میآید، پیتزا و اسپاگتی روم حرفهای زیادی برای گفتن دارد. به خصوص اگه قرار باشه در یکی از کافه های کنار خیابان در شهر روم آن را تجربه کنید. بروکس بلژیک. این شهر در شمال غرب کشور بلژیک قرار دارد. اگر مایلید با معماری سبک قرون وسطایی آشنا شوید، بروکس میتواند به خوبی شما را به خود جلب کند. این سبک معماری با اینکه قدیمی است اما همچنان برایتان تازگی خواهد داشت و با دیدن آن لذت خواهید برد. بیشتر آثار تاریخی این شهر در آثار یونسکو ثبت شده‌اند. مشهورترین آثار تاریخی این شهر عبارتند از شاهکار میکلانژ و برج زنگ. برج زنگ در قرن 13 میلادی ساخته شده است. در این شهر جشنواره‌ها، کنسرت‌ها، تئاتر و جشنواره‌های غذایی بسیاری برگزار می‌گردد و همچنین در موزه اصلی شهر نیز نمایشگاه‌های جذابی برگزار می‌شود. مردم شهر بروکس نیز علاقه زیادی به هنر و فرهنگ دارند. ونیز ایتالیا. ونیز یکی از زیباترین شهرهای جهان است که در همه زمانها مورد توجه گردشگران بوده است. ویژگی‌های منحصر به فرد این شهر برگ برنده آن در زمینه گردشگری است. این شهر که در شمال شرقی ایتالیا قرار گرفته، به شهر آبی و شهر پل‌ها و چندین نام دیگر مشهور شده است. شهر کلیساها، فلورانس ایتالیا. این شهر پر از کلیساهای زیبا و متنوع است. در هر گوشه‌ای از شهر آثاری از هنر می‌توانید بیابید. مجسمه‌هایی که در گوشه و کنار شهر وجود دارند شاهدی بر این ماجرا هستند. قدم زدن در خیابان‌هایی با معماری سبک قدیمی، بازدید از موزه‌ها و کلیساهای بزرگ این شهر و گالری‌های نقاشی دیدگاه شما را درباره هنر و فرهنگ تغییر خواهد داد. ریو دو ژانیرو در برزیل. بزرگترین جشن‌های خیابانی در سراسر جهان در این شهر برگزار می‌شوند. ریو دومین شهر بزرگ این کشور و سومین متروپولیس در آمریکای جنوبی به حساب می‌آید. سواحل شگفت انگیز، طبیعت زیبا و کارناوال‌های شادی در این شهر به جذابیت‌های شهر ریو افزوده‌اند و آن را به لیست زیباترین شهرهای جهان وارد کرده است. پراگ بزرگترین شهر جمهوری چک. مانند بسیاری دیگر از شهرهای اروپا، شما می توانید در پراگ از معماری زیبای دوران قرون وسطا لذت ببرید. همچنین یکی از مواردی که شهر پراگ را به جذابیت خاصی رسانده، قدمت 1100 ساله این شهر می باشد. با این وجود می توانید تصور کنید که زیبایی‌های تاریخی این شهر تا چه حد می تواند شما را به وجد آورد. آمستردام زیباترین شهر جهان برای تفریحات شبانه.
شهر آمستردام به زندگی جذاب شبانه اش مشهور است. کلیسای قدیمی اوتکریک قدیمی ترین بنای ساخته شده در این شهر است. این بنا همچنین قدیمی ترین بنای چوبی باستانی نیز به حساب می آید. در این شهر جشنواره های زیادی در طول سال برگزار می شود و هنرمندان از سراسر دنیا برای شرکت در این جشنواره ها به آمستردام سفر می کنند. این شهر در گذشته یکی از پر رونق‌ترین شهرهای تجاری اروپا بوده است. پاریس، رمانتیک ترین شهر جهان. این شهر زیبای فرانسه معرف حضور است. یکی از بهترین و زیباترین شهرهای جهان در سراسر دنیا که به شهر عشق و عشاق نیز معروف است، پاریس می باشد. پاریس نماد هنر و فرهنگ است. برج ایفل، پنیر فرانسوی، رستوران‌های این شهر، فروشگاه‌های منحصر به فرد، موزه لوور و 100 اثر دیگر از جمله جذابیت‌های شهر پاریس به حساب می‌آید. لیسبون. این شهر یکی از قدیمی‌ترین شهرهای جهان به شمار می‌رود. تجارت، آموزش و هنر در این شهر رواج بسیاری دارد و معماری متنوع و شگفت انگیز این شهر شما را به وجد خواهد آورد. این شهر اروپایی که بزرگترین شهر کشور پرتغال است، به عنوان یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری و یکی از زیباترین شهرهای جهان به شمار می آید. اگر از برنامه‌های ما خوشتون اومد، لطفاً عضو شدن و اشتراک رو فراموش نکنید.